سلام به بچه‌ها رپتایم، امیدوارم حالتون هر کجا که هستید خوب باشه. سپهر خلسه بعد از مدت‌ها بالاخره یه هیت خوب داد بیرون با کمک جی جی. این موزیک کلا داستانیه، فقط یادتون نره که کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و با من بیاید بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. بچه‌ها همونطور که میدونین قبل اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، فردا جمعه قراره قرعه کشی انجام بدیم و به کسایی که کامنت و ساب کردن اکانت اسپاتیفای رایگان هدیه بدیم. هنوز قرعه کشی انجام نشده و شما تا فردا وقت دارید تا کامنت بذارید، ساب بکنید و اکانت رو ببرید. هر هفته جمعه قرعه کشی میکنیم، در طول هفته میتونید شما کامنتتون رو بذارید و ساب کنید. اول ساب کنید و بعد کامنت بذارید که سابتون نپره. خب بچه ها، موزیک خلسه به نام باربی، یه دقتی به کاورش بخوایم بکنیم، اون خود سپی اونجا و احتمال زیاد این که این پایین خوابیده نیلوه و اون یکی هم جی جی که با دوست دخترشون طرف داریم میبینیم. طبق فکتایی که من در آوردم، آهنگسازی موزیک رو جی جی انجام داده، نشسته کارتون باربی رو کلا یه بار دیده و آهنگسازی رو از اون موزیکایی که داخل آهنگ باربی بوده سامپل کرده و انجام داده و واقعا موزیک باحالی میشه. یعنی فکر کنم جی جی یکی از برترین تنظیم کننده ها و بیتزنای رپ فارسی میتونه باشه، چون خیلی کار هیتی میسازه. مثلا بالانس اون ساخته بود. What do I do with my old آره گفتم از چیز باربی برداشتم، سامپل کردم. Barbie? یعنی جی جی یکی از برترین بیتزنای کل رپ فارسی بالانس رو ساخته بود، اونم هیت شد قشنگ. اینم مطمئنه یکی از ترکا هیت میشه، مطمئنم اینو. بیا چهارت اون رو میتونیم قدم بگم. یه خورده بزن عقب‌تر، اینجا مکالمه‌ای داشتن انگار. چهارت اون رو میتونیم قدم بگم. چی میگه؟ سپیخه جه بیا چهارت اون رو میتونیم قدم بگم. نمیشه دیگه فهمید چی میگه اصلا خلصه. فقط جی جی میشنیم دیگه میدونم. همه دوستم با نیمونم اینجا. وای ترک یه طوری انگیزشی قشنگ مثل باب و بهوهی شایعه. ببینید همه دوستم با نیمونم اینجا، من یه روز تنها نگاه توی چشم کردم فرشته. یه دونه گل منم خونده بود خلصه اون موقع. افتادی یه 500 پا افتاد بهم همه دوستان میگم برو جلو سپی خون سر با قشنگ کورس کارم خلصه در آورده، معلومه واقعا. جی جی هم خوب میخونه ولی تنوز که نیومده. میگم برو جلو سپی خون سر با من میلرز دستم اینقدر خوبی داره میره روی حساب. بگو بیبه چرا زده غیبه. وای چقدر این سبک موزیک خلصه واسم آشناست، انگار یه جا دوباره شنیدمش. نمیدونم کدوم موزیکشه دقیقاً، ولی مطمئنا این سبک یه بار استفاده کرده داخل رپ فارسی. شدم مثل اچیرا من عاشق شیپه هنو نایمده فیکه الان من رو ابرام و دوست کامم ویپه. این دو سه کام از ویپ تو قشنگ یاد این اخیراً کل رپرها دیگه اسپانسر ویپ دارن میشه، مثلا خلصه، سادن، همه. هنو نایمده فیکه الان من رو ابرام و دوست کامم ویپه. ماگاریتا سی شات تکیلا میریم بالا ویوالا ویدا ماما سیتا چقدر باحال میخونه این تیکه رو، اصلا فروشو خیلی من دوست دارم. شات بگیر از تنه لباس به پاتم ریباک بامبیا بگو و کورسش با خلصه نیست؟ نه دیگه کورسش زده فیت خلصه جی جی، علیرضا جی جی، ولی کورسشو نه خلصه خونده نه جی جی. بچه اگه میدونید کورسشو کی خونده حتما کامنت کنید، اصلا نیست کسی که زده باشه مثلا فیت با فلانی. یه بزنه عقب‌تر این تیکه. نه دیگه نزده واقعا. وارد میشم لباس جی جی با این فلو سمش باز اون وارد میشم لباس شیک با دیتم دو سومش پلاستیک. آره هیکل مربی کراس فیت هیکم با سوشیمون تو ترافیک. کجا باحال میخونه جی جی رو این بیت، اصلا بیتش خیلی خدا. 4 تا باربی مارگو رابی منتظرن یکی بره پایین تو
باربی ببین اصلا انگار موزیک اعلام گرفتم باربی است. آبی خز بازی رو دیوار آین کاری زخارا تیپ شورتک با رکابی زخارا تیپ شورتک با رکابی کی داره میندازه؟ آبی خز بازی رو دیوار آین کاری زخارا تیپ شورتک با رکابی دامن پینک ملی بود دست درینک مزه هاری بود آرزوات حالی بود جاد بین ستاره ها خالی بود کیف رنگی ویوین وست بود تای های بود بیرون میری زمستون میگیری عکسا میشه کارا چه چه باحال میگه میگیری عکسا میشه کارات شیر وست بود تای های بود بیرون میری زمستون انگار دوتاشون دارم واسه میگیری عکسا میشه کارا چه تیپ کم یا به بیبی نه کاراکتر کورسش خیلی بالا ولی یه جوری که اصلا ننمیشه کی خونده این قسمت کورسو چون مطمئنا نه خلصه از جی جیه حسمون هم مثل باربی یعنی دیگه الان بیشتر آرتیست‌ها روی اسپاتیفای دارن موزیکاشون رو آپلود میکنن. حالا شما اگه میخواید اکانت اسپاتیفای داشته باشید ساب کنید کامنت بذارید منتظر قرعه کشی باشید دیگه چون میبینید خلصه همین موزیک رو اسپاتیفای اول آپلود کرده. این موزیک روی یوتیوب، اسپاتیفای، اپل موزیک و سانکلود آپلود شده. باربی جون تو باش راحت با من نیومدم اینجا که قضاوت. این خلصه داره واقعا واسه نیلو میخونه. یکی هم بزنیم عقب‌تر. باربی جون تو باش راحت با من نیومدم اینجا که قضاوت کنم ولی به خط عادت نکن همه باربیه که نباید. آره دیگه یعنی مثلا زن خلصه خیلی توپل میگه همه باربیه که نباید لاغر باشه. لاغر باشه عکس میگیری از سالاد و نهاره میذاری که بره بالا آمار کانالت. چقدر باحال بود. آناتومی خوبه ژنتیک داره ببین چقدر مثل خودت با حال مامانه شب و چی میگه این تیکه؟ آناتومی خوبه ژنتیک داره ببین چقدر مثل خودت با حال مامانه. چی با مادر طرف چیکار داره میگه چقدر باحال مثل خودت مامان. شب و تازه سپهر بریم بار مالی چشمتو کرده بیخواب صبحم با کافی و زنجفیل پاشی و بری سر کار خوبه هندلینگات خودت میدونی که خوشی مال جووناست فردا پیر میشی پشیمون تتوات رنگ برف میشه آبشار موات بدون قدرش و زندگی داستان کوتاست بگو. یعنی این فلسفه تتو مثلا میگن خوشی واسه جووناست تتو میزنی پیر میشی مثلا پشیمونی دیگه تتلو که کل بدنش رو تتو زده اصلا پشیمون دیگه فایده نه. اصلا سر همین موضوعش پاسپورت ترکیه قرار بهش پاسپورت بده نداد دیگه گفت یا لیزر میکنی تتو تو یا اصلا نمیدیم. تتوات رنگ برف میشه آبشار موات بدون قدرش و زندگی داستان کوتاست بگو. این موزیک مطمئنم هیت میشه یعنی تا یه هفته دیگه داخل اکسپلور فقط همین موزیکو شما میشنوید. این آلبوم پسر مریم خلصه تقریبا مثل 78 تتلو یعنی یه جا نمیاد بیرون مثل آماده باشه شایع تک تک موزیکا میاد بیرون ولی اونجوری مثلا سبک شایع خیلی باله یهو 10 تا 20 تا موزیک میاد بیرون. اصلا خلصه اینا بیشتر اینطوری کار میکنن خلصه تتل آلبوم نمیدن معمول مخاطبا رو زیاد منتظر نمیذارن. امیدوارم کپی رایت نخوریم سر این موزیک واقعا. بک فوکالو دارید میشنوید خلصه میگه باربی من. بچه ها اینم از پایان موزیک. نظرتون رو حتما واسه هم کامنت بکنید دیگه. یه موزیکی که هیت میشه مطمئنم چون اصلا از سبک موزیکش تقریبا مثل بالانسیناست و
خیلی دوباره باحال میشه. زد بازی برگرده، ام جی هیدن همه برگردن، مثل بالانس کار مشکی بنده. امیدوارم که اتفاق بیفته. البته ویلسون هم باشه خیلی باحال میشه، با اینکه حالا ویلسون گفته من قراره تو سبک پاپ فعالیت کنم. یادتون نره چنل یوتیوب سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید. فردا قرعه کشی داریم، امشب دیگه سعی کنین ساب بزنید، کامنت بذارید که فردا تو قرعه کشی شما برنده باشید و 7 تا اکانت اسپاتیفای رایگان هدیه بگیرید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. دوستتون دارم. با امید دیدار.